تعهد شرکت بیمه در قبال افراد زیان دیده داخل وسیله نقلیه برابر است با ظرفیت افراد مجاز که در کارت وسیله نقلیه درج شده در سقف تعهدات بدنی که همان تعهدات جانی است و تعهد شرکت بیمه در قبال افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه 10 برابر سقف تعهدات بدنی است. حالا اگه مجموع خسارت پرداختی در هر دو حالت بیش از سقف مذکور باشه چه کار باید کرد؟ طبق ماده 12 قانون شخص ثالث مصوب سال 95 مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از افراد زیان دیده بین آنها تقسیم می شود. پس مبلغ مازاد بر تعهد بیمه‌گر چی؟ این مبلغ توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران میشه.